هموطنان عزیز، روز 28 ایول ماه شریف رمضان، یعنی ماه طاعت عبادت و مغفرت و بخشش انجام می‌یابد و برای تمام مسلمانان عالم عید سعید و مبارک فطر فرا می‌رسد. ماه رمضان و عید فطر برای مردم مسلمان ما یکی از سنت‌های بسیار مقدس دینی به شمار می‌روند، زیرا آنها تجسم بهترین ارزش‌های انسانی، صبر و تحمل، رحم و شفقت، نیکی و نکوکاری و دیگر اعمال خیر و سازنده میباشند. مردم در روز این عید مبارک به عیادت بیماران و مصیبت داران میروند، یتیمان و محتاجان را دستگیری میکنند، به ارواح گذشتگان دعای خیر میفرستند و از درگاه خدای متعال به خویش و نزدیکان سلامتی و خوشروزی، بخت و سعادت و برای وطن محبوب خود ثبات و آرامی را طلب می نمایند. مهمترین فضیلت این روز سعید از آن عبارت است که مردم آن را بعد اجرای یکی از فریضه های اسلام، داشتن روزه ماه شریف رمضان، با نیت نیک، شادمانی و خوشحالی و عملهای خیر و ثواب استقبال می‌گیرند. زیرا خداوند این روز را برای همه مسلمانان چون روز شادی و سرور، رحم و شفقت و مهر و محبت انسانی مقرر کرده است. در این لحظه ها که ما در عرفه این عید مبارک سنتی مردممان، یعنی عید سعید فطر قرار داریم، همه شما هموطنان عزیز را صمیمانه تبریک میگویم و به خاندان هر فرد کشور آرامی و آسایش، خوشحالی و خوشبختی و فیض و برکت آرزو می نمایم. ماه رمضان تجسمگری وحدت اهل جامعه بوده، در دوام عصرها به گسترش دوستی و برادری، احترام و صمیمیت، رحم و شفقت و همبستگی و همراهی در میان آدمان مساعدت کرده است. این ماه و عید سعید فطر مردم را پیش از همه برای انجام دادن کارهای خیر و ثواب، رعایت آداب و اخلاق، خودشناسی و خداشناسی و کمک و دستگیری همدیگر هدایت می سازد. در مورد فضیلت‌های این عید مبارک رسول اکرم می فرمایند و چون شب عید فطر که شب جوایز نام دارد فرا رسد، الله تعالی پاداش عمل کنندگان را بدون حساب و شمردن ببخشد و چون صبح روز عید فرا رسد خداوند فرشتگان را به همه شهرها بفرستد. در این روز سعید نیت و گفتار و رفتار و عمل خود را به کار نیک، دستگیری یکدیگر، همدیگر فهمی و احترام نزدیکان و هموطنان روانه ساختن، از پروردگار آرامی و آسایش و رشد و پیشرفت سرزمین اجدادی را طلب کردن، از سنت‌های اصیل ملی و دینی مردمی سازنده و فرهنگی و تحملگرای ما می باشد. دیگر فضیلت مهمی که بزرگان تحملگرا و صلح دوست ما ادای آن را در روز عید فطر فرمودند، عفو گناه‌ها و بخشش همدیگر بوده. طبق فرموده آنها اصلاً هیچ کس حق ندارد که بیش از 3 روز در دل کینه را نگاه دارد. یکی از عملهای خیری که در دوره ماه شریف رمضان به جا آورده می شود، طاعت و عبادت و ادای دیگر عملهای منسوب
و توبه و عفو گناه می باشد که آنها طبق مقررات دین مبین اسلام باید صمیمانه و صدقاً اجرا کرده شوند. معلم بزرگ اخلاق حمیده شیخ سعدی در اشعار اخلاقی و تربیوی خود دایر به صدقاً اجرا نمودن طاعت و عبادت از جانب مسلمانان گفته است: طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست. امروز دولت و حکومت تاجیکستان در اساس کنستیتوسیون آزادی اعتقاد و وجدان را همچون ارزش‌های والای مردم مسلمان ما حس می نماید و رعایت آنها را کفالت می دهد. در جامعه آزاد و دموکراتیکی که بنیاد کرده ایستاده‌ایم، ما امکان داریم که پهلوهای نادر و سازنده تاریخ و فرهنگ ملی از جمله ارزش‌های دین مبین اسلام را دایر به دستگیری یتیمان و معیوبان و محتاجان و کمبزاعتان گسترش داده، عنعنه و مراسم‌های اعتقادی خود را با ارزش‌های ملی وطن عزیزمان رنگ و تراوت تازه بخشیم. زیرا اسلام دین انصاف و عدالت، صلح و امنیت، تلقینگری اخلاق حمیده و معنویت سازنده بوده، همه گونه اعمال زشت و خرابی آور، آزار و شکنجه، خشونت و زورآوری و قتل و غارت را محکوم می نماید و خلاف ظهورات منفی و تهدید و خطرهای معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم می باشد. ما یک مراتبه دهشت جنگی تحمیلی شهروندی را از سر گذرانیدیم و هرگز فراموش نمی کنیم که امنیت و آرامی، رضایت شهروندی، وحدت ملی و صلح و ثبات سراسری به ما بر عوض چقدر خسارات جانی و مالی میسر شده است. از این لحاظ اطمینان کامل دارم که مردم شریف تاجیکستان هم در روزهای عید و جشنها و هم در روزهای دیگر سنت‌های نیک انسان دوستی و صلح پروری اجداد نیکنام خود را ادامه بخشیده برای صلح و ثبات جاودانه، تحکیم وحدت ملی، آبادی و ترقیات وطن عزیزمان و آرامی و آسایش هر یک خانواده تاجیک دعای خیر می کنند. طبق فرضیات اسلام پرداخت فطر روزه در ماه مبارک رمضان واجب شمرده شده. این عمل باز کننده درهای ثواب و افزاینده برکت عمر می باشد. عالمان فقه اسلامی دادن فطر روزه را پیش از ادای نماز عید کار ثواب دانستند، زیرا عملی نمودن فضیلت‌های حمیده و پسندیده ماه شریف رمضان از قبیل احسان و سخا، دستگیری مادی و معنوی یتیمان و معیوبان، کمبزاعتان و درماندگان و پیرانسالان و محتاجان کار نهایت خیر و عملی بسا نیک می باشد. بنابراین احسان و نکوکاری همچون یکی از فضیلت‌های اخلاقی باید به یک خصلت فطری و عملی دائمی انسان‌ها تبدیل گردد. در آیت 60 سوره توبه قرآن مجید آمده است که صدقه اصلاً برای فقیران و مسکینان پیش بینی شده است. در این سرچشمه معتبر علاوه به صدقه فطر، اینچنین صدقه فرض و صدقه جوانمردی بارها ذکر و تاکید شده است. همچنین در اندرزنامه‌های علما و اهل ادب ما در باب بکی رایج بودن قبول صدقه و فطر روزه آمده است که انسان سالم
یعنی دارای تنی بتون و قوت کار حقی گرفتن صدقه را ندارد. فضیلت و حکمت دیگر عید سعید فطر که همچنین مهم و ارزشمند می باشد رسیدن به قدر نعمت و شکرگزاری از آن است. اطمینان کامل دارم که هر یک فرد آگاه و بیداردل و با ننگ و ناموس در این روز مبارک و خجسته سبقهای مکتب آدمیت گذشتگان بزرگمان را همیشه در یاد داشته برای صلح و ثبات جاودانه سرزمین اجدادی، تحکیم وحدت ملی، آبادی و آرامی وطن عزیزمان و آسودگی هر خانواده خلق تاجیکستان کوشش می نماید. همچنین یک مسئله مهم را بار دیگر خاطر نشان می سازم که ما باید در این روز مبارک نیز صرفه و سرشتکار باشیم، به نمایشکاری و اسرافکاری راه ندهیم و برای آراستن دسترخوان معنوی یعنی انجام دادن عملهای نیک، پند و نصیحتی نورسان و جوانان و دراز کردن دست کمک به یتیمان و معیوبان، پیران و رنجوران، نیازمندان و عائله‌های کم بضاعت و دیگر عملهای خیر کوشش کنیم. ماه شریف رمضان را خیرباد گفته تمام مردم تاجیکستان عزیزمان را بار دیگر با فرا رسیدن عید سعید فطر تبریک میگویم و از درگاه خداوند متعال برای هر یکی شما سعادتمندی، سربلندی، تندرستی، رزق و روزی فراوان، ایمان کامل و خانه آباد، اینچنین آبادی دیار و رشد وطن عزیزمان را آرزو می نمایم. عید سعید فطر مبارک هموطنان عزیز.